را 7 چیدمان را بر سر سفره میذاریم. 7 مرحله عرفان. ما میگیم که 7 تا امشاسپندان، 7 صفت برگزیده که ما با عبور از این 7 مرحله به بیمرگی و جاودانگی میرسیم. نماد اورمزد که خدا باشه کتاب آسمانی بر سر سفره میذاریم، حالا هر دینی هم هست. و نماد وهومن که نیکندیشی باشه، منش نیک باشه. نماد حیوانات سودرسان، شیر و تخم مرغ بر سر سفره گذاشته میشه. اگر سفره درگذشته باشه به رنگ سفید و اگر سفره عید نوروز و ازدواج باشه سبز انداخته میشه که سبز نماد سبزبختی و خوشبختی است. نماد اردیبهشت که عشا و هشته آتش باشه، شمع بر سر سفره روشن میشه یا خود آتش آورده میشه و بر روی اون کندور و عود گذاشته میشه تا محیط و هوا را خوشبو کنه. شمع هم که ما میبینیم 4 عنصر آب، باد، خاک و آتش را داره نشون میده. بعد نماد خرداد که حرمتات اوستایی باشه، آب بر سر سفره میذاریم یا آینه. آب روونه، پس ما هم باید مثل آب روون باشیم، از همدیگه کینه به دل نگیریم. آب نماد سرسبزی، خرمی، آبادانی و سازندگی و بالندگی است. و آینه هم همینجور. آینه هم صورت و سیرت ما را نشون میده. میگه که ما بر سر سفره ازدواج هم که آینه میذاریم و 2 طرف شمع میذاریم، شمع روشنایی راه زندگی اون عروس و دوماد باشه. شمعی که بر سر سفره 7 سین میذاریم روشنایی طول سال ما باشه و مثل این آینه درون و برونمون یک نواخت باشه، یک جور باشه، بد نباشیم، دو رنگ و درو نباشیم. نماد سپندارمزد که افتادگی و فروتنی باشه، چیزایی که از زمین برداشت شده ما بر سر سفره میذاریم. ما برای داد و دهش میوه بر سر سفره میذاریم از هر نمونه. خشکباری که انجیر و بادوم و برای زردآلو و قیسی و کشمش و اینا باشه ما بهش لرک میگیم. میبینید در بشقاب بر سر سفره گذاشته شده، این ما بهش لرک میگیم. و چیزهایی که از زمین، روغنجوشی، کماچ، این بهش میگیم دونو، در کرمون دونو گفته میشه. مخلوطی از به قول معروف حبوباته، عدس و لوبیا و نخود و ماش و این هاست. و میوه هم گذاشته میشه که در موقع مراسم این میوه بریده میشه، چیزهاییست که از زمین برداشت شده. و نماد شهریور که شهریاری بر نفس اماره ما انسان ها باشه، فلزه. فلز مندگاره، تغییر ماهیت نمیده. پس به من و شما میگه که شخصیتمون، انسانیتمون و جایگاه خودمون را حفظ کنیم و با دیدن اندک چیزی غریزمون بر هوا و هوسمون بر ما غلبه نکنه که ما ماهیت خودمون و شخصیت خودمون رو از دست بدیم. نماد امرداد هم که آخرین مرحله باشه، بیمرگی و جاودانگی است. ما 2 گیاه داریم. نماد ما ایرانیان درخت سرو. سرو همیشه ایستاده است و قد برافراشته، ریشه در زمین داره، سبزه، خزان نداره. پس میگه که ما هم در طول زندگی در برابر غم و شادی خزان نداشته باشیم، سر فرود نیاریم، همیشه سرسبز باشیم. و ما در مراسم ازدواج، سال نو که میبینید این سفره سال نو هست، عید نوروز، ما سرو و شمشاد که همیشه سرسبز میذاریم و بر سر سفره درگذشتگان از گیاه مورد استفاده میکنیم. در فرهنگ ما ایرانیان که گفته آقای دکتر بختیار تایید میکنم حرفشون، ریشه ما آریایی است. در فرهنگ ما ایرانیان باز هم میگم جشن و شادی از جایگاه بسیار بلندی برخورداره. ما در طول سال 3 قسم جشن داشتیم: جشن‌های ماهیانه، جشن‌های سالیانه و جشن‌های متفرقه. نیاکان ما سال را به 12 ماه و اسامی ما هم می‌بینیم. همگی ایرانی است: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. 30 روز ماه را هم ما به 30 اسم تقسیم کردیم. هر روز یک اسم خاصی داره. 4 روز اسم خداست: اورمزد، دی به آذر، دی به مهر و دی به دین. این 30 روز ماه عبارتند از اورمزد، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپهردارمزد، خرداد، مرداد، دی به آذر،
آذر، آبان، خیر، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، سروش، رشت، فروردین، رهرا، رام، بار، دی به دی، دیو، ایر، اشتاد، آسمان، زامیات، مانترسون و انارون. از تداخل 12 نام و روز ماه فروردین با روز فروردین تا ماه اسفند و روز اسفند 12 تا جشن ماهیانه به وجود میاد. پسفندگان میگیره از فروردینگان تا اسفندگان که هر کدوم این جشنها معنا و مفهوم خاص خودش داره. جشن‌های سالیانه مهمی هم داریم مثل جشن نوروز که مهمترین و جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. جشن به قول معروف تیرگان به جا خودش، مهرگان هم همینجور، جشن شب چله که چند روز پیش بود و جشن صدر که 100 روز از زمستون بزرگ می‌گذره. بله 10 بهمنه و 50 روز و 50 شب مانده به پایان سال، پایان چله بزرگ، شروع چله کوچیک و نوید گرم شدن زمین و شروع کشت و کار و اینه جشن. و یه سری جشن‌هایی هم داریم که مربوط به آفرینش آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسانه که ما میگیم خداوند در طی 6 مرحله اینا رو آفرید. ما بهش گهنبارها میگیم، یعنی گاه انبار، گاه های انبار شدن، برداشت کردن، ثمر دادن هست. این هم سفره ازدواج ما زرتشتی هاست، خیلی زیبا، همه چیز کنار هم نیست. با مثلا سفره ازدواج 2 تا کله قند سبز میذاریم، عروس و دوماد خوشبخت باشن، سبزبخت باشن. شب یا لاله گذاشته میشه، روشنایی راه زندگی، آینه، درون و برونشون قلبشون به سم پاک باشه، کینه ورز نباشن، ستیزجو نباشن، از همدیگه چیزی را مخفی نکنن. ما پشت آینه را بهشون نمی کنیم، روی آینه است. بعد انار شیرین بر سر سفره گذاشته میشه، زندگی به کامشون شیرین باشه و مثل که این انار دونه های زیادی داره فرزندان خوبی تحویل جامعه بدن. نشان زرتشتی صدره و کشتی است که کشتی هست. بعد خدمتتون عرض کنم که تخم مرغ گذاشته میشه. تخم مرغ یک پوسته‌ای داره و در درون اون 2 جنس مخالفه. اون همسر که میشن، همتن که میشن، مرد و زن دارن زندگی مشترکی را تشکیل میدن، زیر یک سقف مثمر ثمر واقع بشن و فرزند خوب بیان. قیچی و نخ و سوزن هست. نخ و سوزن، نخ و سوزن در مراسم که شما میگید عقد، ما بهش میگیم گواهگیری هست. سوزن خصلت مرد و نخ خصلت زن را داره میگه. لطیفه. اگر خدای نکرده در زندگی مشکلی پیش اومد، اینا کمک هم این را رفو کنن، نذارن چی بشه. قیچی هست. قیچی 2 لب داره، مساوی و به اندازه. میخواد بگه در فرهنگ ما زن با مرد مساوی است. اینجور نیست که زن پایین‌تر و مرد بالاتر باشه و مثل که 2 لبه قیچی با کمک هم پارچه را میچینه میره جلو. زن و مرد همسر هم باشن، همتن و همروان هم باشن و با کمک هم زندگی را به پیش ببرن و اوقات شیرین و خوبی داشته باشن.